سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 2 سپتامبر همراهی شما. در جریان سفر امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به چین 5 سازشنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 2 سپتامبر گفت سازشنامه درباره همکاری‌ها در عرصه‌های اقتصاد و فنی و سازشنامه بین بانک رشد چین و امانت بانک تاجیکستان از جمله این سندهاست. امامعلی رحمان ضمن ملاقات با سی جین پینگ رئیس جمهوری چین این کشور را اتفاقچی با اعتماد و شریک اقتصادی و دوست و همسایه نیک تاجیکستان نامیده است. رحمان همچنین با رهبری شرکت معروف ZTE چین شی لیران و دیگر مقامات این کشور ملاقات انجام داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در تجلیل 70 سالگی انجام جنگ دوم جهانی به پکین سفر کرد. در مرافعه دادگاهی حسن شاکرزاده یک خبرنگار تاجیک که او را رهبران یک کارخانه دولتی به دادگاه کشیدند، طرفها به سازش نرسیدند. روز 2 سپتامبر نمایندگان کارخانه واحد دولتی آب و کارز دوشنبه در دادگاه پافشاری کردند که حسن شاکرزاده با نشر مقاله تنقیدی شأن و اعتبار کارخانه آنها را پس داده است و باید برای این کارش 30,000 سومانی جریمه بپردازد. سود بر روز 8 ساعت 9 تعیین گردید. مسئله سازش کردن و گذاشته نشد. طرف دعواگر راضی شد که بررسی پرونده ماننده شود. یعنی که یگان اظهار شرط های سازش پیشنهاد نشده است از طرف دعواگر. حسن شاکرزاده روزنامه‌نگار هفته‌نامه تاجیکستان چند ماه پیش با نشر مقاله زیر عنوان چرا در دوشنبه با خر آب کشیدن عیب بوده است مقاله انتقادی نشر کرد و گفت ساکنان بسیاری از خانه‌ها در دوشنبه از نارسایی آب آشامیدنی تنقیصی می‌کشند. کارخانه آب و کارز دوشنبه گفته است نوشته‌های مؤلف اساس ندارند و یک نوع تهمت و بهتان در حق کارخانه است. در دادگاه ولایت غور در افغانستان یک دختر و یک پسر را با گناه رابطه نامشروع یا زنا به زدن 100 تازیانه محکوم کردند و آنها را در مسحر عام جزا دادند. با گفته دادگاه احمد و زرمینه دو ساکن ولایت اقرار کردند که با هم روابط نامشروع داشتند که بر اساس قانون‌های شریعت در افغانستان ممنوع است. به زدن 100 تازیانه هر وایتون را به 100 تازیانه شرعی محکوم به مجازات نبودیم که حالا شریعت بالای شما تطبیق می‌گردد. قبول دارید؟ هر دو جوان را روز 31 اوگوست در پیش چشم دادرس‌ها جزا دادند و با گفته مقامات افغانستان این جوانان هنوز هم در بازداشتگاه هستند. حامیان حقوق بارها مقامات افغانستان را برای به کار بردن چنین جزا انتقاد کردند. نمایندگان شرکت هواپیمایی تاجیک ایر میگویند بهاگذاری یک شرکت خارجی نسبت آنها عادلانه نیست. نماینده تاجیک ایر روز 2 اوگوست بر رادیو آزادی گفت شرکت همیشه برای خدمت خوب به مشتریانش از آنها تشکر می‌شنود و این ادعا که تاجیک ایر یکی از بدترین 23 شرکت هواپیمایی جهان است بی اساس و بی پایه است. لیکن ما همه وقت کوشش میکنیم که خدمترسونیمون به مسافر در سطح عالی باشه و تا این روز قطعی شکایت نداریم. از این پیش وبسایت اوییشن ریپابلیک در یک گزارش تاجیک ایر را به قطار 23 شرکت هواپیمایی شامل کرد که به گفته اوییشن ریپابلیک از بدترین ها در جهان هستند زیرا خدمت رسانی خوب ندارند. تاجیک ایر شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان است که 36 هواپیما و چرخبال دارد و در خط سیرهای داخلی و خارجی پرواز انجام می‌دهد. مقامات تاجیکستان به 3 ورزشکار جوان برای دستاوردهایشان در مسابقات بین المللی جایزه دادند. جایزه‌های مالی در مراسم روز 2 سپتامبر در دوشنبه در حضور رهبران کمیته ملی المپی تاجیکستان و سرپرستان و گرزانداز دلشاد نظرف و بانوان گوشتگیر موزونه چوریوه و شاعره ذوالقرنین سپرده شد. از جمله دلشاد نظرف که چند پیش نشان نقره مسابقات جهانی را به دست آورد و به بازی‌های المپی را خط گرفت 10,000 سومانی جایزه گرفت. و جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.